بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصش اینه که برای شبهات واهیه مشوره نکنید، بلکه برای کارهای خیر مشوره کنید. برای ناراحت کردن مسلمان کردن دارد، حرف میزنه و اشاره میکنه، دوتا اونجا حرف میزنه و اشاره میکنه. لحظه مسلمانان ناراحت میشدن که خبری شده در جبهه جنگ، خبری شده در غزوات، مسلمان و او را وادار به صدقه کنه، رفیقش هست، قومش هست، آشنایش هست، او به تکلف هم اینه که بابا الله تعالی تو در راه خدا صدقه او اسلام یا برای آشتی دادن مردم با هم سرگوشی طرف درگیر حرف بزن و سرگوشی کن، با اون طرف درگیر حرف بزن و سرگوشی کن. و این تنافری که نسبت بین طرفین شده، این تنافرها را نسبت به برطرف کن. این هم سرگوشی میخواهد، حرف میخواهد، باید طرفین درگیر را متقاعد کرد، هر کسی را به نحوی مطابق سلیقه‌ای که دارد اون به اصطلاح مصلح، اصلاح بین الناس یا معروف. مثلا معروف شما وقت سرگوشی میکنید به راه خیر او را راهنمایی میکنید، به نماز نمیخواند به نماز، روزه نمیگیره به روزه، راه شراب میخوره با شما به تکلفه، به کارهای خیر او را سرگوشی کردن و دعوت دادن. این سه مورد خیر. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا من امر بصدقه، نجوا من امر بمعروف، نجوا من امر باصلاح بین الناس. امر بصدقه، امر بمعروف، یا برای اصلاح بین الناس. و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هر کسی این سرگوشی ها را انجام بدهد، این اعمال سرگوشی ها را، و طلبگار رضای خدا باشد، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، او را ما اجر عظیم میدیم. واقعا این کارهای بزرگیه، اصلاح بین الناس کار بزرگیه. امر به معروف و نهی از منکر به صورت گشت خصوصی، به صورت ملاقات خصوصی، کسی را به کار خیر وادار کردن، اینها اجر بزرگی دارن، لیکن این اعمالات توشون ریا می آید. اصلاح بین الناس دیگه سردارها و امیرها و اینها توشون نفسشون باد میکنه، برای خدا نشد، برای خدا این کارها را بکنن. الله تعالی میگه من اجر عظیم میدم. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، حالا تهدید هر که مخالفت پیغمبر را به هر نحوی به صورت سرگوشی بکند یا به صورت های دیگر مخالفت رسول را کند، بعد از اینکه واضح شده برای او هدایت تبیین شریعت آمده است، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و او اتباع کند غیر راه مؤمنین را، راه کافرها را بگیرد، ثمره اول اینه که نوله ما تولا، اونو ما منصرف میکنیم به هر طرفی که بگرده. یعنی ارخای انانیه، هر که مخالفت خدا و رسول بکند ما مهار اولا شل میکنیم، نوله ما تولا و نتیجتا نصره جهنم، ما او را در جهنم داخل میکنیم. و ساعت مسیرا، و جایگاه خیلی بدی هست جهنم، هر طرفی بگردن ما میبریم، بابوش بگرده، شارون بگرده، امریکا بره، روسیه بره، نوله ما تولا، و تاریخش که تکمیل بشه نصره جهنم، فی جهنم او را میبریم. و ساعت مسیرا، جهنم جای بدیه. بعد از بیان امور انتظامیه سلطانیه، بیان مقصود اصلی یعنی توحید است. این آیه را تکرار کرد، ثمره شرک را داریم. یک مرتبه گفت وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، و دو مرتبه ثمره شرک را بیان میکند. شرک خیلی چیز بدیه، به هیچ عنوان بخشیده نمیشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا هرگز نمی بخشد شرک با خودش را.
اشراک با خودش را هرگز نمی بخشد و می بخشد آن گناهایی که غیر از شرک باشد برای هر کسی که خدا بخواد. فقط شرک فردای قیامت قابل بخشش نیست، فردای قیامت قابل بخشش نیست. اگر در دنیا مشرک توبه کند برگردد، الله تعالی همه گناههای گذشته‌اش را می بخشد. ان الاسلام یهدی ما کان قبل. و چرا قابل عفو نیست فردای قیامت؟ من یشرک بالله، هر کسی با خدا شریک کند کسی را در عبادت، در صفات، در یک نوعی از انواع شرک با خدا کسی را شریک کند، من یشرک بالله شیئا یا احدا تو فقط ضل ضلالا بعیدا، او ضلال بسیار دور از حق شده است. او گمراه شده، لیکن گمراهی بسیار دور از حق، نزدیک حق مشرک نیست، از حق خیلی فاصله دارد. دیگه گناهکارها به نزدیک حقن، خب بعد مجازات میشن یا بخشیده میشن. حماقت مشرکین، شرک چیه؟ این که ثمره شرک بود. شرک چه هست؟ شرک خواندن غیر الله. و الله تعالی میگه انقدر اینها بیشعورن که اینها زنان میخوانن، به زعم خود فرشته میخوانن، فرشته که زنن، اونها هم دختر میگن. انا مردهای روزگار در دنیا زن برای کمک خواندن و امداد خواندن خیلی زشته. الله تعالی حماقت مشرکین را بیان میکند. نفی شرک اعتقادیه، نمیخوانند این مشرکین غیر از خدا الا اناثا، مگر زنان را. فرشتگان را دختر میگن و فرشته میخوانند، اینا زنان. الله تعالی میگه اینها فرشته هم نمیخوانند، این شیطان سرکش متمرد را میخوانند. چرا؟ اینها و هر کس غیر خدا را میخواند شیطان جواب میده لبیک. در خواب و در بیداری میگه تو من خواندی، من جواب دادم، مشکل تو حل شد. اینها در حقیقت شیطان، این غد نامردن، زن میخوانند، هر جا زنان را میخوانند. این یدون الا اناثا، و برمون در حقیقت اینها شیطان را میخوانند، چون فرشتگان معززن، پاکن، لحظا خیانت نمی کنند. و اینها وقتی میخوانند فرشتگان را یا انبیا را یا اولیاء را یا کسی دیگر را، شیطان جواب میده. شیطان مکتوبا هم گاگر جواب میده. سواد داره شیطان، بی سوادی که نیست. انگلیسی و عربی همه زبانها را بلده، عبرانی هم بلده. نمیخوانند در حقیقت اینها مگر شیطان سرکش و متمرد را. ابن کثیر کان یدخل فی اجواف الاصنام فیتکلم داعیها، شیطان میرفت در بتها، در اجواف بتها و تکلم میکرد با خوانندگان بتها. از اینجا حرف میزد. لعنه الله، این شیطان را خدا لعنت کرده، این دشمن خداه، این مردود از رحمتهای الهیه، این دور از رحمتهای الهی. خدا شیطان را به خاطر تمردش از احکامات الهی خدا لعنت کرده و شیطان اعلان عداوت کرده به وقت لعنت. وقتی که خدا شیطان را لعنت کرد و مردود کرد و رانده کرد، شیطان اعلان عداوت کرده و قال لاتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. این عداوت شیطان، من حتما اتخاذ میکنم از بندگان تو یک سهم مقرر. خودم اتخذم به وقت لعنت عداوت اعلان شده، من اتخاذ میکنم از بندگان تو ربا یک قسمتی را، اون هم مقرر شده. یعنی برای غیر الله اینها را من آماده میکنم که نذر و نیاز بدن، قربانی بدن. تفصیل لاتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، این تفصیل نصیبا مفروضا است. ولا اضلنهم، من اینها را گمراه میکنم در عقیده. ولا امنینهم، من اینها را آرزومند میکنم در خیالات و تصورات. و من به اینها دستور میدن در اعمال کفری و شرکی. پس نتیجه چی میشد؟ فلیبتکن آذان الانعام، اینها میبرند گوشه های دامه ها را، یعنی دام گوشه ها را میبرند و نظر غیر الله میکنند. اونها مامور بودند وقتی نظر میکردن، حتی در زمان خود بلوچی ما همین گوش تو را برای فلانی ببریم،
این اشاره از نظره. اونها برای هر کس که نظر میکردن گوش میبریدن، حتی وقتی کسی مریض میشه گوش میبرند و میبرند فلانی گوشه را به فلانی اون بره. در بلوچی ما، در عرف ما و حتی در تمام عرفها بوده است، در عرف بلوچی و براهویی که من خیلی شنیدم، گوش دامه ها را برای غیر الله نظر میکردند و میبریدند. نتیجه گمراهی من، نتیجه امنی من و نتیجه امر من اینه که فلیبتکن، این مشرکین، این انسانها، این نصیب مفروض میبرند گوشه های دامه ها را و باز من اینها را دستور میدن، اینها تغییر میدن. خلق الله به معنی دین الهی را تغییر میدن. ابن عباس فرموده خلق الله به معنی دین الله. و چطور دین خدا را تغییر میدن؟ تحلیل حرام میکنن، حرام خدا را حلال میکنن و تحریم حلال میکنن، حلال خدا را حرام میکنن، حرام خدا را حلال میکنن. این تغییر دین خدا. تغییر دین خدا اینه هر حکم خدا را و رسول را نقض کردن. سروران گرامی، این تغییر دین خدا. و هر کسی که اتخاذ کند شیطان را ولی غیر از خدا، اگر انسان اینه بدانی سروران گرامی، نقض هر حکم خدا و رسول اطاعت شیطان. هر که حکم خدا را نقض کرد او اطاعت از شیطان کرد. موقع نماز نمیخوانه مرید شیطانه، زکات نمیده مرید شیطانه، روزه نمیگیره مرید شیطانه. چون حکم خدا را وقت نقض کرد شیطان در برابر حکم خدا قسم هم خورده و بسیار مؤکد قسم خورده. شما میدانید که لام و نون ثقیله در جواب قسم هست. روی هر یکی از این جمله ها او قسم خورده که من به پروردگاری تو قسم میخورم که من از من عبادت یک سهمی را میگیرم، اونها را در عقیده گمراه میکنم، اونها را در خیالات آرزومند میکنم و آنها را دستور میدن. نتیجه در اونها گوش دامه ها را میبرن و آنها را دستور میدن تغییر خلق خدا میدن، دین حلال را حرام. و هر اتخاذ کرد شیطان را ولی غیر از خدا، یعنی وقتی حکم خدا را نقض کرد و شیطان را اتخاذ کرده ولی. هیچ کسی در دنیا نبوده است که بگه من شیطان را اطاعت و عبادت میکنم. به همین خاطر الله تعالی میگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان. هر نافرمانی خدا اطاعت شیطان. الله تعالی نجات میده. یک نافرمانی بزرگ، یک نافرمانی کوچکه. و من یتخذ الشیطان ولی من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. او خاسر شد خسران مبین. یعیدهم شیطان اینها را وعده میده در عقیده و یمنیهم آرزومند میکنه شیطان اینها را در عمل و وعده نمیده اینها را شیطان لئن الا غرورا، مگر فریب ظاهر. شیطان ببینید سروران گرامی چقدر الله تعالی هشدار میده. این شیطان مرید را میخواند، هر کس غیر خدا را میخواند او مرید شیطان، او خواننده شیطان مریده. هر کس غیر خدا را میخواند او در حقیقت شیطان لعین را میخواند. و همینه که فردا قیامت الله تعالی عتاب میکند الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. هر کس غیر خدا را ما فوق الاسباب میخوانه او شیطان لعنتی را میخوانه. اولئک این خاسرین که شیطان و مریدان شیطان باشند جای اینها جهنم است و اینها نمی بینند از آن جهنم نمییابند محیصا پناهگاهی. محیص به معنی پناهگاه، محیص جای فرار، هر دو معنی را کردند. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آورده عمل صالح کردند سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا. این وعد الله حقا هر دو مفعول مطلقه. وعده کرده خدا او حق گفته از خدا. وعد الله وعدا و حق حقا. خدا وعده حق دارد که آنهایی که ایمان میارند
و از سرپنده های شیطان حفاظت می شوند، ندای غیر الله نمی کنند، عمل صالح می کنند، الله تعالی اینها در باغات داخل می کنند. و من اصدق من الله قیلا، از خدا چه کسی صادق تر است از روی سخن؟ صادق ترین سخن را خدا میگه. و من اصدق من الله قیلا، چه کسی راست تر است از خدا از روی سخن؟ اهل کتاب انواع و اقسام امانی درست کرده بودند که لن يدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا. الله تعالی میگه جنت به اراده و به آرزو نیست، لیس به امانیکم. مسلمان ها میگفتن که نه جنت مال مایه. الله تعالی گفت به آرزوی هیچ کسی جنت نیست مطابق آرزوهای شما و نه مطابق آرزوهای جنت. مدار نجات با آرزو نیست، بلکه مدار عذاب اینه من یعمل سوءا یجزه به. هر کس سوی انجام بده، شرکی، کفری، دیگر بلاهی، جزا داده میشه در مقابل آن سو. از سو مراد ابن عباس میگه که شرک مراده. من یعمل سوءا یجزه به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. این عامل سو برای خودش غیر از خدا کارسازی و مددگاری را نمی‌یابد. خب بشارت و من یعمل من الصالحات، مدار نجات روی کسی عمل کند از صالحات، مساوات عامل ذکری باشد یا انثا، شرط قبولیت اعمال و هو مؤمن باشد، فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. اینها وارد جنت میشوند و اندازه نقیر هم بر اینها ظلم نمیشه. نقیر نقطه پشت هسته خرما را میگن. یک ذره اندازه کنجی هم بر آنها ظلم نمیشود. یک ذره نقیر، فتیل، کتمیر، این همون ذرات هست. اندازه نقیری هم بر کسی ظلم نمیشود. ترغیب و من احسن دین من اسلم وجهه لله. زیباتر نظر دیدن کسان اعتقاد و عمل چهره را برای خدا تسلیم کرد. هم در اعتقاد هم در عمل چهره برای خدا تسلیمه. و هو محسن، آنها مخلصن در این تسلیمی، ریاکار نیستن، سیاسی بادی نمی کنن و پیرو آیین ابراهیم هستن. اون ابراهیمی که از تمام ادیان باطل مائل بود، حدیث بدون ابراهیم، فضیلت ابراهیم. اتخذ الله ابراهیم خلیلا، اتخاذ کرده الله تعالی حضرت ابراهیم را برای خود دوست مخلص. ابراهیم خلیل الله است. واتخذ الله ابراهیم خلیلا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وکان الله بكل شیء محیطا. به خدا اختصاص دارند آنچه در آسمان ها هستند و آنچه در و کان الله بكل شیء محیط. این تنویر بر حکم دوم رعیت. حکم دوم رعیت راجع به یتیمها بود که مال یتیمها را بدهی و مال یتیمها را نخوری. به این خاطر الله سبحانه و تعالی اعادهش کرد و روشنی بیشتری انداخت بر همان حکم یتاما. صحابه آمدن پرسیدن راجع به زنان، راجع به یتیمها، راجع مسائلی الله سبحانه و تعالی تنویر کرد. تنویر یعنی روشنایی انداخت. حکم دوم رعیه همون مال یتیمها را بدید. آتوا الیتام اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب یستفتونک فی النساء. طلب به فتوا میکنند از شما ای پیغمبر، فتوا سوال میکنند از شما، دریافت میکنند از شما ای پیغمبر نسبت به زنان. شما در جواب بگید که خدا شما را فتوا میدهد راجع به زنان. هم خدا به شما فتوا میده راجع به زنان
و یتاما و هم اون آیاتی که تلاوت کرده می شوند در کتاب و قرآن یعنی نازل شدن راجع به زنان یتیم، اون زنان یتیمی که لا تؤتونهن شما به اون زنان یتیم نمیدهید آن مهری یا حق و حقوقی که کتب لهن فرض کرده شده بر شما راجع به آنها. خدا هم شما را فتوا میدهد و با یتلا علیکم فی الکتاب درباره زنان یتیم، اون زنان یتیمی شما به آنها نمیدهید ما کتب لهن. اکنون خدا به شما فتوا میدهد، چه فتوایی میدهد؟ و فتوای آیات شما قیام کنید برای یتیمها که میخواید آنها را ازدواج کنید یا رغبت ندارید به ازدواج آنها، اعراض دارید، خدا به شما دستور میدهد، خدا به شما حکم میدهد یأمرکم ان تقوموا للیتاما. همچنین خدا به شما فتوا میدهد راجع به زنان، راجع به زنان یتیم، و همچنین به شما فتوا میدهد راجع به مستضعفین از بچه ها. دیگه یتیم غیر دختر پسرن، مستضعفین در بلدان از بچه ها، این عطف بر ضمیر فیهن. متوجه هستید یا نه؟ خدا شما را فتوا میده راجع به زنان، ما یتلا علیکم هم شما را فتوا میدهد راجع به این زنان یتیم که شما به آنها حق و حقوق میدهید که نکاح آنها را دارید به خاطر مال و جمال، به خاطر مال و جمال هم راغبید که آنها را نکاح کنید. و درباره مستضعفین هم شما را خدا حکم میداد و آیات الهی شما را حکم میداد. حکم چیه؟ اینه، این واو تفسیریه برای یفتیکم، اینه که حکم میدهد خدا به شما را راجع به زنان، راجع به یتیمها، راجع به مستضعفین که قیام کنید برای یتاما به عدل. خواه یتامها دخترن، پسرن، زنن، راجع به آنها عدالت کنید. خدا به شما این دستور میده. و ان تقوموا للیتاما بالقسط، اینجا امر فعل مقدر کنید، یامرکم ان تقوموا للیتاما بالقسط یا یفتیکم ان تقوموا للیتاما بالقسط. خدا به شما دستور میدهد که شما برای یتیمها قیام به عدل کنید، حق و حقوق آنها را بدید. اگر نکاح میکنید هم حق و حقوق آنها را بدید و اگر سرپرستی میکنید یتاما را هم حق و حقوق آنها را بدید. اینها را الله تعالی مستضعفین گفت، اینها مستضعفن، هم حق و حقوق آنها را بدید. آنچه شما میکنید از خیر پس الله تعالی نسبت به آن علیمه. این هم تنویر بر حکم 15 رعیت است که اگر زنی احساس اعراض کرد، اونجا حکم 15 این بود که اگر زنی نافرمانی کرد شما اول آن را نصیحت کنید، عزوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن. حالا زن اعراض ندارد و مرد اعراض دارد. حالا مرد چطور دلش را به دست بیاری؟ زن اعراض داشت، ناشزه بود، نافرمان بود، اذوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا بود. فبعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها. خب اگر مرد اعراض کرد چه کار کنه؟ مرد تعلق نداره، زن بیچاره که میخواهد لیکن مرد اعراض میکنه، میگه زن باید کمی حقوق خود را کم کنه تا مرد را دلش را به دست بیاره، که حاضر هرگز هم نیست زن که حقوق خود را کم کنه. چه؟ تعویض کار نمی کنه. این امرأتون خافت من بالها نشوزا، شوهرش سرکشی و تمرد را که ناحق دارد بر او سرکشی و تمرد می کند، او اعراض
از او اعراض احساس کرد که او را خوب تحویل نمیگیره، تو فلا علیه گناهی بر زن در این زن و شوهر نیست که اصلاح کنند، بین خود یک صلحی بیارند، ان یصلحا بینهما صلحا، ایجاد صلح بین خود بکنند. صلح بهتر است از نزاع و از فراق، درگیر بشن و جدایی بیارن بین خودشان، لحاظا و صلح و خیر. صلح چطور بکنن؟ قرآن اینجا بیان نکرد چطور صلح کنن، اشاره کرد که زن از حق و حقوق خودش کم کنه تا شوهر خود به خود معرفت کنه، بیا نوبت نده، مثلا با یک دو مرتبه بیا به خانه ما، بچه ها را خوب سرپرستی کن، خرج و نفقه بده. حالا زن اگر کمی خود را نرم بگیره که جدا نمیشه، اگر شاخ به شاخ بشه با شوهر آخر جدا میشه دیگه. به این خاطر الله تعالی میگه که گناهی بر زن و بر مرد نیست که صلح کنه. حالا به هر طرزی که زن میخواهد این شوهر را متعاقد کند که فراق و جدایی نیارد، خوبه، صلح بهتره از نزاع، از جدایی. و قرآن عظیم الشان اگر مرد این زن را پسند ندارد، نمیخواهد با اون زن نزدیک بشه، این زن هم کمی حق کمتر از او بخواهد، تو لحاظا این نفسها، نفس زن، نفس مرد به بخل احضار شده، احضرت الانفس الشح، نفسها به بخل احضارن. وقتی شوهر نمیخواهد زن را، شوهر نمیخواهد نزدیک زن بره، نمیخواهد محبت کنه با او، زن هم اگر میخواهد که محبت او را کمی کمتر حقوق بخواهد، بر اعراض مرد را سرزنش نکنه، مرد را بدو بیراه نگه، کم حقوق طلب کنه. تو خب آخر این مرد بله دارد که ویلش میکنه، صبر کنه چند سوای آخر مرد نیکی ها را ببیند از زن، خود به خود الانسان عبدالاحسانه. خلاصه قرآن عظیم الشان میگه هم نفس زن هم نفس مرد به بخل احضار شده هم. مرد زنی را که خوش ندارد، اصلا اون مردم خوش نداره خود را به نزدیک او ببره. زنی را، زن ناشده، الان ناشد مرده، ان خافت من بعلها نشوزا، پس اونجا زن یک مقدار ایثار کنه، زیاد حق و حقوق نخواهد، با اون نزاع نکنه. چرا نزاع به فراق می انجامد، جدا میشه. حالا اون نام شوهری بروی بهتره، اگر جدا شد به شوهر شد، هر که بروی یک افسانه میخوانه. شاید بعد از ماهی، بعد از 2 ماهی، بعد از 3 ماهی، بعد از 1 سالی این مرد تمایل پیدا کرد. خل انسان این زن نیکی بکنه، با اخلاق خوش برخورد بکنه، زیاد در تنگناش قرار نده، شوهر وقت آمد خدمتی بکنه، احسانی بکنه، خب احضرت الانفس الشح. زن متوجه میشه که من، شوهر میگه با وجودی که من با او احسان نداره، او با من احسان داره، پس زن خیلی خوبیه. و اون زن که من باش مراوده دارم و گفت و شنید دارم، اون همیشه بر من میتازه، خود به خود معلومه که این زن محبوب میشه، خدمت صمیمی بکند. و ان تحسنوا، اگر شما نیکی کنید ای مردان با زنی که نفس شما او را نمیخواهد، و تتقوا، و اجتناب بکنید از اعراض، اجتناب بکنید از نافرمانی، از حق کشی این زن،
تو فإن الله کان بما تعملون خبیر، پس به تحقیق الله تعالی حسب آنچه شما عمل بکنی خبر داره. واقعا همین اینطوره. الله تعالی داره دستور احسان میده، بابا احسان کنی، نفس شما نمیخواد نخواد برید در خانه، او با شما بد برخورد میکنه خوبی کنید، تقوا کنید، اجتناب بکنید از نشوز، اجتناب بکنید از اعراض. پس اگر شما به خاطر خدا احسان میکنید، خب این زنی بیچاره عقدش با ما خوانده شده، الان هم دیگه امیدی ندارد که ازدواج دیگری بکنه، حالا 5-6 تا بچه 10 تا بچه پیدا کرده، نفس شما او را نمیخواند. شما احسان کنید، الله تعالی میگه تقوا کنید، اجتناب بکنید، اعراض نکنید، نشوز نکنید، چون نفس شما نمیخواهد این را، شما دیگر این بیچاره را اصلا تحویل نگیرید، اینطور نکنید، احسان کنید، نفس را زیر پا بگذارید. در باب احسان نفس راضی نیست، برید خانهش، رفت و آمد کنید خانهش، لباس بخرید بدید، غذا بهش بدید، و بیچاره رد کاملا کل معلقه نکنید که بعد آیه بعدی از قرآن هم میگه هرگز شما استطاعت ندارید که عدالت کنید بین زنان، اگرچه شما حریص عدالت هم باشید، یعنی حریصان عدالت هم نمیتونن عدالت کنن. خب ایجاب حقوق زوجه، شما نمیتونید عدالت کنی بین زنان اگرچه حریص عدالت هم باشید، در اختیاری و غیر اختیاری. حتی یک چیزهای در اختیار انسانن، یک چیزهای در اختیار انسان نیستن، هم عدالت نمیشه، لیکن الله تعالی آن اندازه‌ای که حق است اونا بیان میکند. فلا تمیلوا، لیکن میل آمین به طرفی پس بگذارید اون زن غیر مرغوب را کل معلقت آویزان، مثل شی آویزان. معلوم میشه که زنی که شوهر با ارتباط دارد و مراوده و خوب داره، این زن به آسمانه، و اون زنی که بیچاره شوهری نداره او افتاده به زمین. زنی که معلقه هست نام شوهر و شوهر را نمیبیند، نه در محبت انسانی او را میبیند و نه در محبت مالی هیچ رازی نمیبیند. این بیچاره آویزانه، نه مثل اون زن بدون شوهر افتاده به زمین و نه مثل اون زن با شوهر بالای تخته. این آویزانه. الله تعالی میگه نکنید. اگر اصلاح کردید در امور ماضی، در حال و در استقبال، و تقوا کردید و اجتناب کردید، تو الله تعالی غفور و رحیم است. اون کسری کوتاهی های شما را که انجام گرفته خدا مهربان است، خدا غفور اونها را میبخشه. پس عدالتی که الله تعالی اگر بگه حریصان نمیتونه عدالت کنن، دوای به حال غیر حریصان دیگه از کجا میتونه عدالت را برقرار کنن؟ بله میل کل میل را یک جا نکنن، 24 ساعت همیشه در خانه همون محبوبه، به اصطلاح بلوچی زن جیبی، تو جیب توه، هر زمینی کنار تو سواره، مکهی در کنار توه، مدینهی در کنار توه، تهرانی در کنار توه، شیرازی در کنار توه. او بیچاره دیگه خبری نداره. خب اگر او را مکه بردی که برگشتی، برو پیشون دیگری بیچاره سوغاتی برش بیا، یک کبوره بگذار تنها. چقدر قرآن تعلیم آموزشه. اگر این مرد تمرد کرد، 2 مرتبه الله تعالی اونجا فرمود ان تحسنوا و تتقوا، اونجا فرمود ان تصلحوا و تتقوا، خطاب به مردان. او مردا احسان کنید، تقوا کنید، اعراض و نشوز نکنید، اصلاح کنید،
تقوا کنید. الله غفور و رحیم است، زیاد سخت نمیگیره. اگر میل نفس شما بی اون جیبیه، لیکن حق و حقوق اختیاری اون زن دیگر را میدی، او هم لباسی میخرید از نوع همون لباس، غذا هم به اون میدی، مسکنش هم میری، بچه های اون هم بیچاره در آغوش میگیری. تو الله تعالی واسع حکیم هست، ها غفور رحیم است. ها اگر شما طغیان کردید که بله من مشتری دارم، پول دارم، جوانم، ماشین دارم، اینو میگیرم اونو میگیرم و اون بیچاره را درمانده حساب میکنی و آخر جدایش میکنی، نه اصلاح میکنی، نه احسان میکنی، نه از خدا میترسی، تو الله تعالی هر کس را غنی میکنه. و این یتفرقا، اگر انجام نشوز به تفرقه انجامید، از یک دیگر جدا شدن، یغنی الله کل من سعته، غنی میکند خدا هر یکی را از قدرت خودش. و کان الله واسعا حکیما، الله تعالی وسیع القدرت است، حکیم است، هر کس را هر چقدر قدرت میده خدا میده، حکیمه. دلیل سعت الهی، واسع حکیمه، این دلیل خدا دارد میدهد لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در آسمان در زمین مخلوق خدا، مملوک خدا. الله تعالی هر کس را از جیب خودش غنی میکند. شما از احکام این مالک حتما باید اطاعت کنید که او اختیاردار آسمان ها و زمین. حکم تعمیل احکام تنها به شما نشده است که ما شما را تنها گفتیم احکام الهی را اجرا کنید، عمل کنید، بلکه به تمام آنهایی که قبل از شما بودند ما دستور تقوا و اجرای حکم خود را دادیم. تنها شما نیست که موظف شدید که احکام الهی را عمل کنید، به تمام انسانها در طول تاریخ دستور ما و توصیه ما همین بوده است که از خدا بترسید، نافرمانی نکنید. حکم تعمیل احکام تنها به شما نشده است، بلکه ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ما وصیت حکم مؤکد را میگم، ما به طور وصیت گفته ایمانهایی را که کتاب داده شدن قبل از شما و به شما که ان اتقوا الله، از خدا بترسید، یعنی نافرمانی نکنید. تمام دستورات الهی را چه در باب خود خدا هستند، چه در باب معاشرت و زندگی هستند، چه در باب حکومت و رعیت هستند، تمام دستورات الهی را چه درباره امور رعیتی هستند، چه درباره امور حاکمی هستند، از خدا بترسید، حکم خدا را نقض نکنید. و ان تکفروا، اگر شما کفر کردید یعنی زیر بار طاعت خدا نرفتید، تو پس یقینا بدانید عظمت خدا اینقدره که فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا. همه شما کافر بشید بر خدا ضرری نیست، فلا ضرر علی الله. چرا؟ به خدا اختصاص دارن آنهایی که در آسمانان و آنهایی در زمینن، و الله تعالی غنی حمیده، نه به اطاعت شما نیازی دارد و نه به حمد و ستایش شما نیازی دارد. او غنی از اطاعت شما، او حمید از حمد و تعریف شما، خودش ستایش شده است. باز دلیل غنیگیری ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. چنین مالک مقتدر را هیچ ضرری وارد نمی شود. چرا؟ به او اختصاص دارد آنچه در آسمان چه در زمین است. و کفا بالله وکیلا، لذا از من خدا بترسید که خدا برای وکیلی کافیه. وکیل زن میشه و حق میشه از خون تو میگیره، وکیل مرد میشه حق مرد را از زن میگیره. و کفا بالله وکیلا، وکیل طالب حق نه، الله تعالی وکیل زن میشه و حق این زن مستضعف را
که زیر چکمه های تو هست و بیچاره گوش به فرمان تو طاغی و تو بینی تمیشه بالا ہے. خدا وکیل دفاع زن هم میشه، وکیل دفاع مرد هم میشه. و کفا بالله وکیلا. لذا از من بترسید نه از غیر خدا. الله تعالی میگه ای بنده در امر تقوا و اطاعت سعادت تو هست. تو اگر تقوا کنی و اطاعت کنی سعادت به تو برمیگردد، ورنه خدا میتواند همه شما را ببره و جاگزین کنه دیگران را. در امر تقوا سعادت و خوشبختی شما هست، ورنه او میتواند از دیگران کار بگیرد و شما را ببرد. ان یشاء یذهبکم ایها الناس. ربط آیه را چقدر زیبا داده. اطاعت و فرمانبرداری عزت و سعادت ما هست، ورنه اگر خدا بخواهد همه شما را میبرد مردم و یاتی به آخرین دیگران را جاگزین میکند. آنها مثل شما نمیشن. و کان الله علی ذلک قدیرا. خدا بر این چیزها قادره، همه شما را در عالم عدم ببرد و دیگران را بیارد جاگزین کند. خدا بر این چیز قادره. من کان یرید ثواب الدنیا، هر که مرید جزای دنیا هست، جزای این شرط معذوفه، در رای او فساده، در فکر او فساده. هر که دنیا را میخواهد در رای او فساده. چرا؟ که فعند الله ثواب الدنیا و الاخره. نزد خدا هم جایزه دنیا هم هست، هم جایزه آخرت هست. از خدا دین دنیا بخواهید، هم دنیا راحت بشید هم آخرت. چرا تنها دنیا میخواهید آخرت خود را برباد میکنید؟ از خدا اطاعت کنید، تقوا کنید، پرهیزگاری کنید. نفع شما هم در دنیا هست هم در آخرت هست. چرا تنها دنیا را میخواهید؟ عیش دنیا را میخواهید و بیچاره را ضرب و شتم میکنید. هر که مرید ثواب دنیا هست در فکر آن فساده. چرا؟ که پس نزد خدا هم ثواب دنیا هست هم ثواب معنی جایزه، جزا. هم جایزه دنیا نزد خدا هست و هم آخرت. دو چیز را بخواهید. و کان الله سمیعا بصیرا. الله تعالی سمیع بصیره. چه کسی مرید دنیا، چه کسی مرید آخرت دنیا. خبر الله تعالی دعا کنندگان فریادشون میشنوه، حالشون هم میدانه. تنویر بر حکم 11 سلطانی هست. شهادت عادلانه بگید، شهادت عادلانه بگید. اگر چه بر علیه خود شما هست دروغ نگید. عدل با تمام معاملات شهادت خالص برای خدا بر خوشنودی او. ولا علی انفسکم. اگرچه این شهادت بر علیه شما تمام شد، یا بر علیه والدین شما تمام شد، یا بر علیه رشتہ داران شما تمام، شهادت عادلانه بدید. شهادت عادلانه بر علیه خود تمام میشه، بر علیه والده تمام میشه، بر علیه خویشاوندان تو تمام میشه. شهادت عادلانه بدید. گاگای انگیزه تغییر شهادت غنیگیری. چون این حاجی آقا پولدار، اگر بر علیه او شهادت بدیم ما ضرر میکنیم یا علیه بله. خب غنیگیری وادار میکند که انسان تغییر شهادت. گاگای فقیری، اگر بر علیه این شهادت این فقیر زیر بار میره، الله تعالی میگه نه غنیگیری شما را از شهادت عادلانه منصرف کند، نه فقیری. عادلانه شهادت بدی. گاگای تغییر شهادت خود شما. اگر غنی باشد مشهود علیه یا فقیر باشد، تو الله بیشتر خیرخواه آن غنی و آن فقیره. به خاطر غنیگیری یا فقیری از جاده مستقیم منحرف نشید. فلا تتبعوا الهوى. فرمایید ظلم لا تعدل.
خواهید نکنید. شما عدالت نکردی، شما هوایی حالا غیری غنیگیری یا به خاطر رشته‌داری یا به خاطر والدین هست یا به خاطر اینکه خودت ضرر میکنی، لہذا شما از عدالت اجتناب کردی. فلا تتبعوا الهوى عدلوا از عدوله. شما پیرو خواهشات نکنید به این صورت که عدول کنید از حق. اگر عدل یعدل و عدول باشد به معنی تجاوز، عدل یعدل و عدل به معنی انصاف. شما پیرو خواهشات نباشید تا که عدل نکنید. عدل نکردن پیرو خواهشات یه از هر دو ماده میتونه بشه. او از عدوله که شما تجاوز کنید. عدالت را عدالت قلبو اگر شما قلبو خود کردید معنی کنید او طور دوی اصلا شاهدی ندید، نه به حق نه به ناحق اعراض کنید از دادن شهادت. تو فإن الله کان بما تعملون خبیرا. شما به آنچه که عمل میکنید خبر دارد. شما شهادت را کتمان کنید هم گناهگارید، غلط شهادت بدید هم گناهگارید. شما زبان خود را در شهادت کج کنید و انحرافی شهادت بدید، ناحق شهادت بدید یا اعراض کنید من تو شاهد نمیشه. باز هم خدا به آنچه شما عمل میکنید خبیره. و کسی که کتمان شهادت کند آثم قلبه خواندی. این نیست که کتمان شهادت ما اجازه این که کتمان شهادت نه. در آخر امر زجر بر منافقینه. یا ایها الذین آمنوا آمینو. من عرض کردم که منافق در لیست مؤمنین بودن، همانطوری که شاید یک خائنی بیاید در مدرسه و به نام طالب علم ثبت نام کند، او در لیست طالب هست خائن، یعنی چون ثبت نام کرده در لیست طالبه. دزدی نعوذ بالله آمده که طلبه ها کیپاشون پاره کنه، در لیست طلبه. هرچی در مدرسه ثبت نام می کند به هر هدفی ثبت نام بکند همونه، اون لیست طالبه. درسته؟ خطاب طلاب می کند، طلاب شما از نماز تخلف نکنید. حالا که یک کسی به هدفی دیگر آمده به نام طالب ثبت نام کرده و اعتقاد به نماز نداره، جاسوس آمریکا شک، لیکن در حکم طلبه نیست. منافق در حکم مؤمن بودن، چون لا اله الا الله مسجد هم می آمدن، پس قرآن هم همینطور با آنها حرف می زند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان آوردید با زبان آمنو، از ایمان به خدا رسول کتابی که نازل کرده بر رسول و به اون کتاب هایی که نازل کرده، اون کتاب هایی والکتاب الذی انزل من قبل والکتاب الذی انزل من بعد نیست. معلوم میشه کتاب قرآن است و هرچی قبل از قرآن. دیگه صحائف سجادی و غیره و این همه صحائف هایی که بعد نازل شدن به زعم مردم، اینها منزل من الله نیستن، اونا حکم وحی را ندارن. ایمان بیارید به خدا، یعنی آنچه که ذات و صفات خدا و حق خداست. ایمان به فرمان رسولش بیارید، ایمان به کتابی که نازل کرده بر رسول قرآن، ایمانی به آن کتاب‌های الف لام جنسیه که نازل کرده آنها را قبل از قرآن. و هر کس انکار کند دستور خدا را و فرشتگان خدا را انکار کند، کتاب‌های الهی را انکار کند، پیامبران الهی را انکار کند، روز آخر را انکار کند، و فقط ضل ضلالا بعیدا، او ضلال بسیار بعید شده.
فقط اینجا نگفت که و من یکفر بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی و ائمتی. ایمان اینها انکار اینها را مطرح میکنه. حالا اگر کسی امامت کسی را انکار کرد کافر نمیشه، جز مومن به نیست. هر جا که ذکر میکند ایمان بالله و ملائکته و کتبی، اینها میگن یکی از اصول دین امامت است. کجای امامت؟ بر انکار امامت خدا یک جا وعید نکرده، لیکن بر انکار ملائکه، بر انکار رسالت انبیاء، بر انکار کتب آسمانی الله تعالی داره وعید ذکر میکنه و ایمان تشریح میکنه. ایمان بالله و ملائکتی و کتبی و رسوله و الیوم الاخر. انکار همین انکار اینها کفره. یکی از پیغمبرها را انکار کرد کافره. نبوت یک نبی که نبوتش ثابت و مشخصه انکارش کفره. باقی این به تمام کتابهای آسمانی شناخته و غیر شناخته، بالکتاب الذی انزل من قبل، هر که این انکار کند پس ضل ضلالا. ایمان به اینها هم لازم. امامت اگر مقامی بالاتر و جز مومن بهی می بود، هر جا خدا می گفت ایمان بالله ملائکت و کتاب و رسول و ائمتی باید می گفت که ائمه بعد از رسول آمدن. این ائمه این امت و داره بزرگی باید ایمان به امامت امام اول امام دوم آورد. کجا خدا گفته ایمان به امامت اماما بیاری؟ کجا وعید کرده اگر امامت امامی را کسی انکار کرد؟ خدا وعید کرده مومن بهی نیستن، وعیدی که ندارد. میفهمید چی میگم؟ این اصل بزرگیه. اگر شما امامت را در رسولهی داخل میکنید و ختم نبوت نمیماند. فقد ضل ضلالا بعیدا ان الذين آمنوا. مذمت گروه اول از مرتدی. ان الذين آمنوا، آنهایی که ایمان آوردن به موسی، ثم کفروا، بعد کفر کردن به عبادت عجل، ثم آمنوا، بعد ایمان آوردن در اسلام باقی نماندن، باقی ماندن. ثم کفروا، بعد کفر کردن یعنی بر اسلام باقی نماندن. ثم ازدادوا کفرا، این کفر ادامه دادن. رسالت حضرت عیسی را هم انکار کردن، رسالت محمد رسول الله را هم انکار کردن. اول ایمان آوردن به موسی، بعد کفر کردن به گوسال پرستی، بعد ایمان آوردن که موسی علیه السلام آمد و در آخر کفر کردن یعنی بر اسلام باقی نماندن، چه در زمان موسی یا بعد از موسی علیه السلام در زمان عیسی. بعد این کفر را روز افزون کردن. ثم ازدادوا کفرا، ثم اضافه شدن از نظر کفر. حضرت عیسی را انکار کردن، رسالت عیسی را انکار کردن، انجیل انکار کردن و فرقان انکار کردن، محمد صلی الله علیه و سلم را انکار کردن. لم یکن الله لیغفرهم، خدا اینا را نمیبخشه و نه اینها را راهنمایی میکند به راه جنت. اینا همه کفر کردن. مذمت گروه دوم از منافقین. چشم باز میکنید. بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما. بشارت بده پیغمبر. این استهزاء و تمسخره. بشارت برای چیز خوبه یا برای چیز بده؟ عذابا الیما بشارتیه. این یک نوع استهزاء و تمسخره. بشارت بده منافقین را که برای آنها عذاب بسیار دردناک است. من عرض کردم منافق اظهر الایمان و ابطن الکفر نه، و در دنیا و در احکام دنیا در لیست مؤمنینه. خدایا منافق کیه؟
از این همه گویندگان لا اله الا الله محمد رسول الله اما به سر دارن، ریش به رخ دارن، از اینها کی منافقه کی مؤمنه؟ که منافقا را بشارت جهنم دیدی؟ الله تعالی میگه من دانا برایش یک صفتی بیان میکنم، هر جا این صفت را دیدی بدانی منافق بی ایمان. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقت اول حالت آنها چنین است که در ظاهر خود را به مسلمانان شبیه مسلمانان تشبیه نکردن، باطن به خود شبیه کردن، باطن به جای شبیه نکردن، باطن به جای ظاهرا با کافرها همکارن، هم کتارن. تانکی که سواره اینجا آمریکایی سواره، اینجا کابولی و دره پنچیری سواره، بس تمام. الله تعالی میگه اینا حتی ظاهر خود را هم نتونسته حفظ کنن، در ظاهر خود را به مسلمانان شبیه نکردن، یعنی باطن به جای خود. اینها منافقن، هر چقدر کلمه بخوانن. الذین بری تفسیر جلالین نگاه کنید، این بدل از منافقین یا صفت برای المنافقین. بشارت بده منافقین را که بر آنها عذاب علیمه. خدا کی منافقه کی مومنه همه کلمه میخوانن. میگه الذین، این بدله منافقون هایی هستن که اتخاذ کردن کفار را اولیاء غیر از مومنین. اون زمان که مومنین بودن اینها جبهه متحد اسلامی با آمدن بوش خوردن، فقط جبهه متحد شما. این قرآن کتاب خداست، آینه ربانیه. مومن را هم مشخص میکنه، کافر را هم مشخص میکنه. الله تعالی صفات بیان کرد. کافر کیه؟ یکی از این چیزها را انکار کنه. منافق کیه؟ یار کافره. خب اینها چرا با یارهای کافر همکارند و همکتارند؟ بخاطر اینکه اینها را رئیس جمهور موقت معرفی کرد، وزیر خارجه شیخ عبدالله الکذاب. قد دروغ میگه، سبحان الله. وزیر خارجه میشن، رئیس جمهور شدن، استاندار شدن. اول کسی اینهاست مثل یک روبای از کنار استان میگذاشتن و مثل روبای در سوراخه ها بودن، حالا شدن استاندار. چند ولایت در اختیار آنها، بتازن، بخورن، زنجیر بیندازند و هر مستضعف را لخت کنند. الله تعالی میگه اینها خبیث مگر از کافر عزت میخوان؟ ایبتغون عندهم العزة، آیا اینها عزت از کافر میخواهند؟ عزت را معنی میکنند. آیا اینها طلب میکنند از کافر چوکی؟ حالانکه فإن العزت لله جمیعا، کل نظام عزت به خدا اختصاص دارد. هر کس را خدا عزت بده او عزیزه. اگر نورک در افغانستان عزتی دارد و حفیظ و بابرک و کارمل، این علانی ها هم فکر کنن که ما داره عزت میشه. هرگز اینها عزت نمیرسه. عزت از آن خدا است. گاهی در عین ظاهر ذلت خدا عزت میده. و بلال اسیر تناب به گلوه میزنن، او حد میکنه، ظاهرا ذلت نه، لیکن در عین ذلت برای بلال عزت نشد. فإن العزت لله جمیعا معنیش اینه.
اینها که اسیرن در پنجره ها بستن بیچاره ها، ظاهرا اینها را گوش و گوش پرستان ذلیل کردن، لیکن آنها در عین عزت نیستن. آنها چقدر محبوب دلهای مؤمنینن نیستن. خیلی اول یک اسامه ای بود، اسامه فرمانده رسول پاک صلی الله علیه وسلم برای رومی ها بود، اسامه ابن زید. هیچ بلوچی ما خبر نداریم که نام فرزندش اسامه باشد، لیکن تا جایی که بلوچه ها، کرد و تاجیک ها هزاران فرزند مسمى به اسامه شدن. این عزت است که چیه؟ چقدر فرزندن که نامشون بوشه. هیچ امریکایی نام فرزند خود را بوش نمیگذاره. اینقدر اون منفوره. این از عزت نیست. ان العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب. الله تعالی میگه من در کتاب حکم نازل کردم کفار دشمن منن، با دشمنان من دستیاری همکاری نداشته باشید. این وصف سوم نازل کرده خدا بر شما در کتاب که وقتی شما شنیدید در گوشه ها آیات الهی را انکار میشن. اون آیات الهی انکار ظلم بر زنان، این انکار قرآن را قبول ندارن، پیغمبر را قبول ندارن. اینها بگید گوش دشمن پیغمبر هست یا نه؟ دشمن قرآن هست یا نه؟ ایمان ها شما که دائما میکنید در کتاب نازل کرده خدا بر شما که وقت شنیدید آیات الهی را در مجلسی که یکفر بها، اون آیات الهی انکار کرده میشه، یستهزأ بها، به اون شاعر الهی، به اون آیات الهی استهزاء کرده میشوند. خدا گفته فلا تقعدوا معهم، با اینها ننشینید، همکار نشوید، همکار نشوید. خدا اجازه نشستن نداده، خدا اجازه. و اینها که سوارن توی تانک ها با امریکا همکارن، اینا چی میشن؟ وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها. وقت شما شنیدی که آیات الهی را انکار میکنن، آیات الهی را تمسخر میکنن، فلا تقعدوا معهم، اجازه ندارید با این کافرها هم مجلس باشید. چه جایی که با کافر همکار و همکتار بشید. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، حتی برن وارد بشن در حرفای غیر این. چرا؟ انکم اذا مثلهم، اگر شما با کافرها رفتید نشستید همکار و همکتار شدید، شما در این لحظه که با کافرها هم فکر و هم خیالید مثل اون کافرها هست. انکم نهیک لا تقعدوا، چرا؟ که شما در این لحظه مثل آنها میشید، در لیست آنها میشید. در نقص گناه اگر که در خصوصیت اگر یک فرقی باشه شما مثل آنهایید. و هم فکر نکنید وقتی که در عمل اشتراک هست جزا هم نیز اشتراک دارد. نه، وقتی یکی در یک عملی با کسی همراه هست در نتیجه اون عمل هم همکاره و نتیجه کافر جهنم، لازم جهنم مال شماه. ان الله، گوش کنید خوب متوجه باشید، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. هر که همکار کافر است خود در زبان میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، ریش دارد اما مه شمالی دارد. الله تعالی میگه او در قیامت قبل از کافر در طبقه پایین جهنم. منافق و کافر فرق شمیدن، ظاهرا کلمه و نماز و روزه، لیکن همکار کافر، هم شغل کافر،
ان الله جامع المنافقین والکافرین، دو صنف مال جهنم. چطور؟ وقتی بازار مومن گرمه در دکان مومن، وقتی بازار مومن کاسده بوش بابه 52 آمده ریش را میتراشه و همکار میشه. الله تعالی میگه یک صفت دیگری که من برای یک منافق بیان میکنم که منافق فرزند فرصته. اگر دکان مومن سود داره ریش بزرگ و امامه پسر داره، چون دیگه شعار ایمانه نیست. باز وقتی میبینه که به 52 امریکا آمد فتح و پیروزیه از جانب خدا، شما را خدا چند سبایی اختیار یک شهرکی را بدهد، مگم ما نبودی، ما در دین با شما نبودیم، ما در مسجد با شما نبودیم. و اگر باشه سهمی یک ذره نصیبی للکافرین، الله این دنیا هر کس یک سهمو کیه. و ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحفظ عنکم من هر روز بوش تو نتوانست اینها را تسخیر کنی، هر جا چترباز پیاده کردی همونجا خفه کرد. بفن ما این که لرن اینجا تپه مگه نبود تسخیر بوشی بوشد وقت ما آمدیم تو را کمک کردیم. علم نستحفظ علیکم، اگر ما غلبه نداشتیم بر تو و ما شما را باز دیگه ما مؤمنین را فریب دادیم و شما را غلبه دادیم، شما را از دست مؤمنین حفاظت کردیم، شما پیاده شدیم ما شما را در فلان در پناه دادیم و نمنعکم من المؤمنین، ورنه لشکر مؤمنین شما را میکشت، ما شما را برداشتیم و به در بردیم، حفاظت کردیم، شما را جا دادیم، شما را خانه و کاشانه دادیم، شما را جلوکم و بینکم شما را هرگز خدا نکرده برای کفار بر سر مؤمنین راه حاکمیت را. کافر بر مؤمن حاکم نمیشه. اینا مؤمن هم که اینها را آوردن بالای خود حاکم کردن. رئیس، حالا شما بگید در کابل و در بغداد کی رئیسه؟ بوش رئیسه. اینها کی رئیس؟ خدا کرده. بعد جمع منافق را بکنید. منافق به ایمان میخواد خدا را فریب بده. ان المنافقین یخادعون الله، منافق فریب میدهند خدا را، با اظهار ایمان خدا را فریب میدهند، حالانکه و هو خادعهم، خدا آنها را فریب میده. چند سبایی اینها چیز میده پشت سر میبره دیگه تو جهنم برای همیشه نگهداری. خدا همینه، خدا اینه. شما یکی را میخوای ببرید نماز شام قربانی کنید، صبح تا نماز مغرب کباب، آب، نان، شربت، تخت، خدمت، حتی خانم هم به اختیارش میگذاری. نماز مغرب که میشه به پا میزنش، این مسخره شد دیگه. به اینهی با کفار الله تعالی همین کار را میکنه. خب جزای خدا را به آنها میده. و دیگه علامت منافق به ایمان، اذا قاموا الى الصلاة، وقتی برای نماز میسته، چون مسلمان و استانداره، قاموا کسالا، بلند میشن به جانگرانی، نوکی مثل خروس میزنن. یکی دوست آمدی ما زمین نمروز گوید والی دیگه اینا نشستم پاسور میکنم خورشید غروب کنن دیگه طرف این کنم نماز میخوانن، بله ما مسلمانیم، از زمین همکارانه روش. اینهی
تمام صفات در اینها دیده میشه. اینا با خشوع خضوع نماز میخوانن. اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالا، نوک میزنن. یراون الناس، مردم میخوان نشان بدن که بله همکار آمریکا مومنه، بابا مومنه، و ذکر نمی کنن خدا را، خیلی کم دردم الله اکبر بس بی حالی، فقط به زبان نماز. مذبذبین بین ذالک، اینها بین مومنین و بین کافر مذبذبان. هم کافر را میخوان راضی کنه هم مومن. منافق بی ایمان پیغمبر علیه السلام فرمود منافق مثالش همون بود اشتهای بزنر را پیدا میکنه بین دو رما. میره بین رما اینجا نمیبینه بزنری را ارضا نمیشه، بعد میاد اینجا این رما هم ارضا نمیشه. الله تعالی میگه منافق بی ایمان بین مؤمنین و بین کفار تردد دارن، مذبذبین، لا اله الا لا اله الا، فقط نگاه میکنه کدوم دکان ثمر دارد. مذبذبین بین ذالک هست، مترددن بین این مؤمنین و کافر. لا اله الا نه کاملا با کافر گوشن و نه کامل با مؤمنین. اللہ تعالی ثمره دنیوی را کسی را که خدا گمراه کنه به خاطر اناد، به خاطر نفاق، تو هرگز ای پیغمبر شما برای او راه هدایت نمیبینید. آخرین مرحله موالات ایها الذین آمنوا، او کسانی که شما اظهار کنید اتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، قرار ندهید کافرها را، کافرهای جهری یا سری. کافر جهری گوش، سری همکار گوش منافق. ای کسانی که شما ایمان آوردید قرار ندهید کافرین را که جهران کافرن یا سرن کافر منافق، اینا را اولیاء غیر از مؤمنین قرار ندهید. الله تعالی میگه شما با کافرها یار میشید، سند معتبری به دست خدا میدید که کافرید. اتریدون، آیا اراده دارید قرار بدهید برای خدا بر علیه تان یک مدرک ظاهری که شما واقعا کافرید، با دشمنان خدا مراوده دارید، گفت و شنید دارید، این سند معتبری هست برای کفر شما. اتریدون و سلطان مبین را چی میگن؟ مدرک معتبر، سند معتبر برای کفر خود. شما اراده دارید قرار بدید برای خدا بر علیه خودتان یک سند، یک مدرک آشکار. واسم الله تعالی ثمر اخروی منافقها را بیان میکند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق دیگه صفتش بیان شد. هیچ 5 صفت بزرگ خدا بیان کرد برای منافق. حالا ثمره این منافقها را اونجا گفت که ان بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. اون عذاب علیم چیه؟ جهنم 7 طبق داره. این حوزه علمیه یک طبق، چند طبق بالا هست؟ 3 تا، این 4 تا، یکی پایین. منافق اون طبقه پایین جهنم است. هر طبق یک دلیل داره. من در تفسیر دیدم، شوخی نیست شما فکر میکنید، جهنم 7 طبق دارد، 7 در دارد. پایین ترین طبقه جهنم مال منافقی. چرا؟ منافق ضربه ای که به اسلام میزند کافر نمیزند. کفر منافق علنیه. هر کس منافق کافر را تشخیص میده. و منافق را فقط خواننده مفسر قرآن که سوره نساء بخواند تشخیص میده. این همه توده مردم که تشخیص میده که منافق کیه؟ درسته یا نه؟ کافر را هر که داشته، بوش را هر که کافر میداند، سرباز امریکایی را هر که کافر میداند، ولو هم که خود را مسلمان اگر بگه هم مسلمان را کافر میداند. لیکن یہ بے ایمان را با ریش بزرگ و با امامه پیشاوری کی میداند؟ یہ کافر. ضربه ای که این به اسلام میزند و کافر نمیزند. همین اعتقاد من که اگر
یک منافق و کافر دارن میان اول همون منافق هدف میگیره مجاهد همونه بزنه ضربه او ضربه اشکاری به اسلامه کافر را مرتبه دوم زد نسد که رفت بله هدف اول منافق باشد چرا؟ پایین‌ترین طبقه جهنم مال منافق ضربه سنگین میزنه منافق اسلام را در هر زمان که ضربه زده منافق زده کافر نتونسته اینطور ضربه بزنه کفرش علنیه هر کس میداند ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا هرگز ای محمد تو هم برای منافق یاری نمیبینی هیچ یاری نداره خب برای این منافقان رای هست الله تعالی میگه بله الا الذين تابوا توبه کنن تا الان همکاری کردن بابوش همکاری نکنن برگردن از نفاق و از همکاری کافر و اصلحوا آن فسادهایی که کردن اصلاح کنن و اعتصموا بالله بچسبن و تمسک کنن به حکم خدا یعنی فقط خدا را حاکم دانند و اخلصوا دینهم لله دین خود را خالص برای خدا بکنند دو رنگی را بگذارند فاولئک مع المؤمنین این هم با مؤمنین میشن و توبه منافق تابوا اصلحوا واعتصموا و اخلصوا مؤمن میشن دیگه با کافر همکار نشن واعتصموا بالله یعنی به تمام فرمانهای الهی تمسک بکنند فاولئک مع المؤمنین و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما عظیم میده اگر الله تعالی مؤمنین ای منافقان خدا میخواد شما را عذاب بده برای خدا چه سودی از عذاب شما لیکن کم از کم حق شناس باشید خدا را بشناسید حکم خدا را بشناسید ما یفعل الله بعذابکم چی میخواهد بکند خدا با عذاب دادن حق قدر دارد الله تعالی